با نام خدای مهربان. سلام، امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سلامت هستید. عشق، برکت، زیبایی و نور در خاندانتان. ما باز با یک صحبت دیگر در خدمت شما خواهیم بود و مهمان امروزه ما از راه خیلی دور آمدند به تاجیکستان. خوش آمدید. در مهمانی برنامه قرار دارند دکتر عزیز بوریز، رئیس دفتر راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی هستند. به برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. سرول بگویید که چه حال و احوال دارید و کاری که انجام میدهید چی است؟ تشکر، سلامت باشین. من خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. از طرفی از این آدرس منم سلام عرض میکنم بر مردم تاجیکستان عزیز و تمام بینندگان شما در سراسر جهان. بله، ما افغانستان بودیم، بعدا هم تاجیکستان به حیث قنسول افغانستان کار کردیم. سال 2009 به این طرف لندن هستیم. اونجا همین مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی رو تأسیس کردیم و همچنین بنیاد مولانای بلخی را در این دو مرکز مشغول هستیم. همزمان به دانشگاه آکسفورد هم کار. شما مهمان هستید در تاجیکستان و در یک کنفرانس ابوریحان بیرونی سخنرانی کردید و در کنفرانس دیگری که بخشیده به گروه های فرودگری آیا خطرهای گروه فرودگری به آسیای مرکزی هم برآمد کردید و شما در کنفرانس مختلف برآمد بگید اصلا رشته شما چی است، یعنی تخصص شما چی است که شما در این موضوع ها فعالیت میکنید؟ بسیار تشکر. بله، اینجا دعوت شدیم از طرف اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان در 3 تا همایش ابوریحان بیرونی، همایش جغرافیای تاریخی و فرهنگی شاهنامه و همچنین جشن مهرگان. اون قسمی که شما گفتین، دیروز هم برنامه داشتیم در دانشگاه ملی تاجیکستان که در مورد احتمال گسترش بنیادگرایی از افغانستان به آسیای مرکزی صحبت کردیم. من حقوق خواندم، دیپلمات بودم، زیادتر بحث‌های روابط بین الملل تعقیب میکنم و در همین عرصه در رسانه‌ها فعال هستم. شما گفتید که یک دفتر دیگه هم دارید در مولانا، یعنی کارهای فرهنگی را انجام میدهید. امروز تاثیر این شخصیت، ما قبلا یک برنامه داشتیم در خود اروپا و آمریکا و این کشورهای غربی و امروز مولانا چگونه آموخته می شود و شما اینجا که بسیار رفت و آمد میکنید میبینید نقش همین بزرگان در امروزه میانی علمای ما، دانشمندای ما چگونه است، با شما با آنها رابطه دارید؟ تا جایی من میدانم سیاست جمهوری تاجیکستان اگر چند برازندگی داشته باشد، یکی آن فرهنگ پروری و بازخوانی فرهنگ نیاکان است که مولانا هم جزء این میشه. طبیعتا مثل که این بار اینا از شاهنامه فردوسی و از بیرونی تجلیل کردن. سالیان گذشته که انجمن پیوند بود، گاهی هم ما در کولاب، در دانشگاه کولاب مهمان شدیم که روز مولانا در تاجیکستان تجلیل می شود و خیلی هم خوب تجلیل شد. ما اونجا بودیم، شرکت کردیم. نقش عمده رو در همین گونه تبلیغ شخصیت ها، یعنی خواندن افکار و اندیشه شون است و مطالعات کتاب و کتابخوانی است و ما افرادی که به این برنامه دعوت میکنیم از نوبت بشینیم که چه کتاب‌هایی را مطالعه میکنن، در چه زمینه‌های مطالعه میکنن و چرا براشون مهم است مطالعه در این زمینه در عصر امروز. شما چه کتاب‌هایی را مطالعه میکنید و چرا فکر میکنید که هم برای شما هم برای خواننده تاجیک خواندن همین گونه کتاب‌ها در شرایط فعلی مهم است؟ خب بستگی داره به نوع کار و تخصص آدم. من بیشتر کتاب‌های حقوقی مطالعه میکنم و بحث‌های روابط بین الملل هم کتاب مطالعه میکنم، هم داکومنتری‌های جدیدی که میبره به زبان‌های مختلف دنیا میبینم. اونها هم در حال حاضر تقریبا داکومنتری‌ها جایگزین کتاب شدن. اگر شما برین داکومنتری One Belt One Way یا The Old Skill Road ببینین، 7 قسمت است، برابر 7 تا 8 تا کتاب می‌آموزید. اونایی هم که در عرصه فرهنگ و بزرگان فرهنگی حوزه مانند مولانا فعال هستن، اول این که باید اشعارش بخونن که اشعار مولانا تقریبا میگن که این قرآنی هست به زبان فارسی و همه اینها حرفای آموزنده است و در قدم دوم آثاری که مولانا داره باید بخونن. ما خوشبختانه یک تیمی داریم در بنیاد مولانای بلخی در لندن که قبلا از تاجیکستان هم عضو داشتیم. آقای فردوسی اعظم اگه بشناسید. بله میشناسم، یک شاعر جوان ما خیلی خوب شعر می‌نویسن. بله، سمرقند خانم دلشاد را همکار داریم، از ایران 2 همکار داریم. بنیاد مولانای بلخی سال 2017 تأسیس شده در لندن
ما در اینجا زیادتر کار سیاسی انجام نمیدیم، معمولا کار فرهنگی انجام میدیم در دو عرصه. شب‌های شعر منظم داریم میکنیم با اشتراک شاعران 4 کشور فارسی زبان. متاسفانه در حوزه تاجیکستان و حوزه سمرقند و بخارا خیلی با مشکل مواجه هستیم. دوستان ما کمتر میتونن بیان روی خط. چرا؟ خب همین زوم یکی از برنامه هاست، پیوست شوی برشان مشکل است به قول شما تا که یاد بگیرن، اینا خیلی وقت میگیره. بعد ما برنامه بزرگداشت از شخصیت ها را داریم. برنامه بزرگداشت شخصیت ها را که ما در موردش فیصله کردیم که شروع شود، تلاش کردیم که از شخصیت ها و علمایی که زنده هستند، صاحب کتابند، صاحب علمند، صاحب دانش هستند، از اینا شروع بکنیم. چون در حوزه فارسی زبان ها رسم نبوده که از زنده ها تجلیل کنن، همیشه دنبال مرده هستند. اما متاسفانه این کرونا برنامه ما را برهم زد. مثلا اولین شخصیتی را که ما می‌خواستیم از تجلیل بکنیم استاد رهنورد زریاب بودن، از داستان نویسان معروف افغانستان که دوست شخصی من بودن. من بهشون زنگ زدم گفتم استاد می‌خوایم این برنامه را راه بندازیم و شما اولین مهمان باشین. قبول کردن در فرانسه. اما برای ما گفتن که اجازه بدین ما یک کتاب داریم به نام زن بدخشانی، این کتاب تکمیل شود بعد برنامه را بگیریم. کتاب تکمیل نشده کرونا ایشان را از ما گرفت و ما مجبور شدیم بریم با وفات شجاعت. به هر حال اما ما خوشبختانه استاد واصف باختری در زندگیش تسجیل کردیم، خیلی شخصیت‌های دیگه را در زندگیش تسجیل کردیم. از تاجیکستان ما شخصیت‌های را تسجیل کردیم، مثل متاسفانه رفتیم باز دنبال گذشتگان، استاد مومن قناعت، استاد لایق شیرعلی، از سمرقند هم آقای حیات، استاد حیات نعمت سمرقندی رو تسجیل کردیم. یکی از مشکل‌ها و فکرم این است که وقتی شما مخصوصا با کشور تاجیکستان، شاید ایران و افغانستان که یک خط است و کشور ما خطش دیگر است، این مشکلی ایجاد نمیکنه در رفت همکاری‌ها و روابط و آموختن و این جور چیزها؟ یعنی مشکلی به وجود نمی آید که ما مثلا با خط سریلیک می‌نویسیم و شما با خط فارسی و شاید دفتر شما با این خط کار میکنید، یعنی با خط فارسی چی است؟ امیج از نگاه شما چی است؟ واقعا یک مشکل هست، به قول انگلیس‌ها یک بریر است اینجا، یک بندش است. اما ما جاهایی که سالایی که من اینجا دیپلمات بودم، بعد از او الانم که با شخصیت‌های صحبت داشتیم، همیشه گفتیم اینه که جدای از مسئله همکاری ما که حالا ما اگر نمیتونیم بخوانیم خط را عاجل میتونیم تماس بگیریم صحبت کنیم، اما اصل مشکل این نیست، مشکل بزرگتر از این است. در زبان سریلیک از نظر علمیش ما چیز پیدا نمیکنیم، پیدا میکنین خیلی محدود به تاجیکستان و شاید سمرقند و بخارا و اینجا باشه. اما اگر شما به زبان فارسی الان بخواین هر چی هست، برین روی گوگل هر کتابی تایپ کنین، اگر زبان انگلیسی که یاد داشتین که اصلا مشکل نداره. برای همین من پیشنهادم به مقامات تاجیکستان این است که در کنار خط سریلیک خط فارسی هم جبری بسازن بالای مردم که یاد بگیرن. آهسته آهسته خودشان هم قبول دارن که این خط آبایی است. فکر کنم گذاشتن به خط فارسی میتونن زمینه رشد و زمینه علم پروری، کتابخوانی، بالاخره دانش را در تاجیکستان رونق ببخشن. میخوایم یک خاطره را خدمت شما بگم. زمانی که من اینجا درس میخواندم، دانشگاه ملی دوره ماستری دفاع میکردیم، فکر میکنم آقای عبدالله رئیس دادگاه عالی بودن و ایشان رئیس کمیته بودن. من پیشنهاد کردم به دلیلی که کار داشتم اگر ما را زودتر فرصت بدین. خب ما رفتیم و راحت صحبت کردیم و راحت سوال کردن، راحت جواب دادیم، رفتیم. خب بعد گفتن که شما خیلی سخندان هستین، در حالی که چنین نیست. بچه‌های تاجیک، دخترهای تاجیک که میتونن کم فارسی گپ بزنن، کمبودی واژه‌هایی است که در خط سریلیک وجود داره. اگر اینا در پهلوی خط سریلیک خط فارسی را یاد بگیرن و کتاب بخونن، یقین دارم که از من کده بهتر صحبت میگن که از همین علما میگن بعضی دانشمندای تاجیکی که از چیزهای دیگر مشکل دیگر این است که ما رو از همین حوزه تمدنی فارسی همین خط جدا میکنه، یعنی بیرون نگاه می‌دارد، یعنی ما رو پیوست کردن نمیتوند با 200 میلیون فارسی زبانی که در دنیا هست. شما هم همین فکر دارید که این خط ما رو جدا میکنه از این حوزه تمدنی؟ خب تقریبا از نظر کتبی شما جدا هستین. ما یکی از خوشبختی‌ها این است که من گفتم یک نسلی از تاجیکستان بدون این که با مشکل مواجه شود به شکل خودآموز خط فارسی رو یاد گرفتن. ما در فضاهای مجازی تغییر می‌بینیم، مثلا در فیسبوک، در توییتر بعضی کسان هستن از تاجیکستان، از سمرقند و بخارا که
میتونن مطالب بخونن، میتونن کامنت بگذارن، میتونن خودشون فارسی بنویسن. ما چند آدم میشناسم که از طریق همین خط فارسی در فضای مجازی شناختم مطالبی که می‌نویسن. برای همین من فکر میکنم که این خیلی مهم است و در قدم اول بر دولت تاجیکستان، در قدم دوم به مردم و خصوصا نسل آینده که اگر ما این حقوق را نداریم که پیشنهاد کنیم خط سریلیک بردارین، چون خودشون باید تصمیم بگیرن، اما در کنارش یاد گرفتن خط فارسی قطعاً به نفع مردم تاجیکستان و حکومت و رشد ثبات و بالاخره دانش در تاجیکستان هست. شما را ما رئیس دفتر راهبردی افغانستان و آسیا مرکزی معرفی کردیم. بشک در ذهن تماشابینان ما امروزه وضع افغانستان میگذرد. من می‌خواستم سوال اول این باشد در این بخش دوم برنامه که با فکر شما چه عامل یا کدام عامل‌هایی بودند که طالبان در افغانستان پیروز شدند و تاجیک‌ها از سیاست عملا کنار زده شدند و با فکر شما این آموزش گذراندید و عامل اصلیش چی بود در همین وقت؟ اجازه بدید قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یک کمی در مورد این مرکز صحبت بکنم چه کارهایی داره انجام داده. این مرکز را که ما تأسیس کردیم اساساً می‌خواستیم یک روایت خلق بکنیم در حوزه فارسی زبانان افغانستان که این حوزه دارای چه قدمت تاریخی است، چه کارهایی کرده، چه شخصیتایی داره و چه جاهای تاریک مانده که جهان ندانسته. متاسفانه به دلایل حوادث پی در پی ما موفق نشدیم کارهایی که می‌خواستیم انجام بدیم، اما برنامه‌هایی را گرفتیم، میزبان بودیم در عرصه روابط خارجی افغانستان با کشورهای همسایه. برنامه‌هایی را میزبان بودیم در قسمت اشتراکات آبی افغانستان با کشورهای همسایه و رژیم حقوقی آبها در افغانستان. اما هنوز ما برنامه‌ای را که با تاجیکستان و ازبکستان داریم باید در مورد اشتراکات آبی بگیریم ثبت نکردیم به دلیل اینکه دنبال شخصیت‌هایی هستیم که در قسمت آب تخصص داشته باشند در کشورها و در کنار کارشناسان افغانستان شرکت کنند. و صادقانه سقوط افغانستان و آواره شدن مردم تمام برنامه‌های ما رو به نوع مختل کرد. اما بیایم روی سوال شما. من فکر می‌کنم 4 تا عامل مهم در روی کار آمدن طالبان و شکست دموکراسی در افغانستان بسیار با اهمیت است. عامل اول از نظر من سیاست‌های قدرت طلبانه آمریکاست. آمریکا در افغانستان تا وقتی میخواستن ما به ثبات برسیم که منافع خودشان قابل جستجو بود، زمانی که فهمیدن اینجا موفقیت نیاوردن و متوجه شدن که از طالبان از شورشگری در این منطقه کشورهای مثل پاکستان، چین، روسیه و ایران حمایت میکنه، به شکل بسیار اتومات اینا رفتن دنبال تعامل یا مذاکرات مخفی با طالبان. بالاخره منجر شد به اون تفاهمنامه دو جانبه قطر. عامل دوم رؤسای جمهور یا شخصیتایی که افغانستان را رهبری میکردن مثل آقای کرزی و آقای غنی و تیمشون، هم البته 2 نفر نی اینا کلامشون تیم داشتن، اینا هم شخصیت‌های دلسوز و پایبند به منافع ملی افغانستان نبودن. شما برین کارنامه‌های اینا را اگر جستجو کنین و بررسی کنین، یک عالم اعمال انجام دادن که مخالف منافع ملی است، در جهت رشد فساد است، زراندوزی برای خودشان و خانواده‌هایشان هستند. عامل سوم کشورهای همسایه ما بوده. حالا تاجیکستان را من می‌خوایم از اینجا استثناء بکنم که هیچ وقت در امور افغانستان مداخله منفی نکرده، اگر کرده هم در جهت منافع مردم افغانستان بوده. این کشورهای همسایه ما مثل پاکستان، ایران و روسیه و چین، روسیه که در جمع همسایه ما نمی، اینا آمدن به خاطر مخالفت با آمریکا از طالبان حمایت کردن. این حمایت باعث بی‌ثباتی افغانستان شد که طالبان به اصطلاح انرژی گرفتن، قوت گرفتن از این حمایت که گویا تونستن جنگ 20 ساله ادامه بدن. و عامل چهارم هم از نظر من جریان‌های سیاسی پوسیده افغانستان بود. احزاب منظورم است. این احزاب واقعا نقشی و نفوذی در مورد میان مردم نداشتن. در بسیاری از کشورها که مطالعات ما داریم، زمانی که دولت‌ها سقوط میکنن یا رو به سقوط میشوند، احزاب قد علم میکنن و مانع میشن. اما ما در افغانستان دیدیم که هیچ حزبی ما نداشتیم و شمول احزابی که در رأسش تاجیک‌ها بودن به قول شما، آقای ربانی و دیگران، اینها بیشتر از حکومت‌ها فرار کردن و الان هم برنامه مدونی ندارن. با همین دلیل افغانستان سقوط کرد و ما متاسفانه
یک قرن عقب افتادیم. فعلا نیم نفوس از افغانستان که زنان باشن، حق دسترسی به ابتدایی ترین حقوقشان که تحصیل و کار باشه ندارن و خیلی انسانات در زندانهای طالبان هستن و به شکل بیرحمانه زندانی شکنجه میشن و دارن طالبان در پهلوی همه بدبختی هایی که بر روی مردم افغانستان آوردن به تمدن مردم به داشته های مردم احترام نمیگذارن، قانون اساسی را تعطیل کردن و کنار همه اینا بسیار فارسی ستیز هستن. شما حتما اطلاع دارین از رسانه ها تمام لوحه هایی را که به زبان فارسی بود دور کردن. یعنی چی؟ افغانستان از لحاظ قانونی هم ما دو زبان رسمی داریم، فارسی و پشتو. اما از لحاظ کاربردی و عملی 80% مردم افغانستان به زبان فارسی کار و تجارت و دانش و اینا را انجام میدن. ما مثالای زنده را خدمتتون میخوایم بگم. ما کارمند وزارت خارجه بودم، بچه‌های بودن از مناطق پشتون نشین، 5 سال بعد اینا دیگه پشتو صحبت نمی‌کردن، پشتو نمی‌نوشتن. خب ما برتری طلبی نداریم ما فارسی زبان، اما نمی‌خواهیم هم که یک جریانی بیاد در افغانستان که زبان ما رو محدود کنه. این از نظر حقوق اساسی و از نظر حقوق بشر هم یک ظلم و یک تعدی آشکار است که فعلا در افغانستان روان است. چرا من این سوال کردم؟ چون ما از این طرف اونایی که روزنامه‌نگار هستند، تحلیلگر هستند و شاید جامعه شهروندی، افراد آگاه به این نظر بودن که یک گروه از همین بچه‌های تاجیک بگیم در صدر وزارتخانه‌ها و اداره‌ها و نفوذ داشتن، قدرتمند بودن و قدرت‌ها در اختیارشون بود. و حتی وقتی که امروز ما میشنیم از جا که اونا صحبت میکنن، میگن ما 2 سال قبل 3 سال قبل میدونستیم که کابل سقوط میکرد یا افغانستان سقوط میکرد. چرا اینها نتونستن در برابر این سقوط کار بکنن؟ حالا فرض کردیم دخالت آمریکا بود و روسیه و چین اینا بودن، ولی این گروه چرا منسجم نبود؟ یعنی هر کدومش نظر خودش داره از این روایت افغانستان و یعنی که در اختیارشون بود، این قدر پول و مال و سیل و حتی قدرت تا جای در اختیارشون بود، چرا کار کردن نتونستن؟ تا حتی وزارت دفاع و این چیزا. ببینید سوال بسیار خوبی را مطرح کردین. این سوال خودش یک کنفرانس علیحده میخواد. تاجیکان افغانستان یک زمان حرف اول را یا حرف دوم را در افغانستان میزدن در قدرت. شما اشاره میکنین که اینا در معاون اول رئیس جمهور بودن، وزیر دفاع بودن، بله، رئیس جمهوریت بودن. در همین سقوط بله چند تا دلیل بود. دلیل اولی که با مجرد سقوط اول طالبان اینا از تشکیلات بیرون شدن، تیکه و پارچه شدن و تشکیلاتی واحد که در رأسش پروفسور ربانی شهید بود دیگه پایبند نموندن، فکر کردن که هر کدامشان میتونن کار را انجام بدن. او بگمان ما اشتباه استراتژیک بود که انجام دادن. اشتباه دوم این بود که اینا فاسد شدن، دوست شدن. تاجیکان افغانستان کمش پشتونات افغانستان دزدی نکردن. فسادی که اینا انجام دادن، خانه ها و بلند منزل های اینا که ساختن، زراندوزی که اینا کردن، اعتبار اینا رو در میان توده های تاجیک به خاک یکسان کردن. اشتباهات بعد در مرحله بعدی هم اشتباهات تصمیم گیری. اینا در نبود یک تشکیلات دنبال با دست آوردن قدرت به شکل انفرادی شدن. هر کدامشون رقابت داشتن که معاون اول شوند، وزیر شدن، اما مامور بودن، نتونستن کاری بر خودشان انجام بدن و برای مردمشان. در حال حاضر هم به گمان من دلیلی که یکی از دلایلی که طالبان استوار هستن و دارن ادامه میتن اختلافات داخلی این هست. حوزه ما در بحثایی که دارم بحث تاجیک و پشتون اینا رو زیاد مطرح نمیکنم، چون ما یک کشور واحدی به اسم افغانستان داریم، همه ما مالک سرزمین هستیم. من به عنوان حوزه بنیادگرایی و حوزه دموکراسی خواهی مطرح میکنم. کسانی که پشتون هم هستن، ازبک، هزاره، در دموکراسی خواهی، در حقوق خواهی، در اصل ترقی و تعالی با ما شریک هستن و امروزی هستن، اونا در حوزه دموکراسی خواهی شریک هستن. و اونایی که طرف بنیادگرایی و دهشت افغانی میران از هر قومی باشن در موج کمپ هستن که طالبان در رأسشان هستن. برای همه این حوزه بسیار پراکنده هست. فعلا تلاش‌های هم صورت گرفت که اینا جور بیان، متاسفانه جور نیامدن. معامل را می‌بینیم چند تا جبهه مقاومت هست. انا منظورم جبهه‌ها و همین دفترهایی که مثل دفتر شما و جبهه مقاومت بسیار هستن. امروز ما از طریق رسانه‌ها و یوتیوب و فیسبوک می‌بینیم نفران زیادی صحبت میکنن، هر کس به خودش یک گروه دارد، یک حزب دارد، یک نمیدونم
جبهه مقاومت دارد و اینها همه میخوان آزادی افغانستان، ولی فقط ما همین عمل رسانه‌ای میبینیم، ولی عملا همون کاری که احمد شاه مسعود میکرد ما دیگر نمیبینیم. یعنی یک تاجیکای منسجمی که بگذار اونجا گفت شما هزارها هم باشد، پشتون هم، همه هر کسی که باشد بخیزن برای آزادی افغانستان عملا کاری بکنن دیدن نمیشه. چرا فکر میکنید عاملش چیه است که اینا دیگر عملا وارد میدان هستند؟ عامل فقط همین بی تشکیلاتی و خودخواهی است که رشد کرده در میان تاجیکان. اینا فکر میکنن همشون رهبرن، متاسفانه کاش که کار انجام داده میتونستن، نتونستن کار انجام بدن، بنابراین همه سرخورده هستن. ما خیلی تلاش کردیم و هنوز همین تلاش ها ادامه داره که حوزه ضد طالبانی یا همون دموکراسی خواهی زیر یک چتر جمع شود، اما متاسفانه بعضی شخصیت های هستن که فکر میکنن که اگر اینا یک جای شوند موقف خود از دست میتن. بالا بعضی شخصیت های نامنیکی هستن که اطرافیاشون نمیگذاره اینها را که در یک پلتفرم جمع شوند. ما همیشه اینو گفتیم، الان هم از این رسانه شما میگم به مردم تاجیکستان و به کسانی که این برنامه را میشنون، حوزه ضد طالبانی تا در یک چتر واحد جمع نشوند، طالبان هر روز میتونن نفس راحت بکشه. ولی این نکته را بگم که طالبان بیشتر از همه خودشان دشمن خود هستند. عملکردی که طالبان انجام میدن با وجودی که یک طالبان رو یک گروه نیابتی میدانم که از طرف کشورهای معین جهان رهبری میشوند، اما گروه های نیابتی و بنیادگراها و تروریستایی که اینا میزبان هستند قطعا قابل کنترل نیست. طالبان نمیتونن اونا را کنترل کنه. 22 گروهی را که منابع مستقل جهانی گزارش دادن، بعضی این گروه ها فعال هستند در حوزه آسیای مرکزی، در حوزه پاکستان، در حوزه ایران، و بعضی اینها از افغانستان میتونن در حوزه غرب هم اقدامات بسیار خطرناک را انجام بدن. دیر یا زود من اینجا از این آدرس میگم حتما یک جای یک تصادم میشه و این تصادم به ضرر طالبان میشه، مثلی که در 2001 شد که القاعده برجای جهانی را حمله کرد و او باعث شد که آمریکایی‌ها به خاطر به دست آوردن دوباره حیثیتشون در افغانستان حضور فیزیکی پیدا کنند. یکی از موضوعایی که امروز مویای نگران کشورهای همسایه افغانستان است دین است. یعنی از همه گروه از نام دین برآمد میکنند، چی در تاجیکستان، چی در ازبکستان، چی ترکمنستان. اینا مردمی هستند که مسلمان هستند و مسلمانی حنفی مذهب هستند. از طرف دیگر طالبان خودشون اعلام کردن که حنفی مذهب هستند، ولی میبینیم کارهایی را انجام میدن که خلاف هم مذهب و هم دین است. شما از دین اونو با چی نظر نگاه میکنید؟ همین گروه هایی که شما میخواید علیه طالبان مقاومت کنید، اونو رو با چی عنوان مثلا نگاه میکنید؟ خب زبان که ضد زبان هستند، تبعیض قومی میکنند، اینو یک مسئله، ولی از نگاه دینی با اونو چه برخورد میشود؟ مثلا اونا گروه تکفیری هستن از نگاه شما یا چی هستن؟ ما فکر میکنیم که گروه طالبان را ما نباید حالا خودشون اگه ادعا میکنن که ما پیرو مکتب امام اعظم هستیم، از لحاظ فکری اینا پیرو مکتب افراطی دیوبند هستند. دیوبندی هم دو مکتب دارن. مکتب دیوبندی نارمال که در هند است، اونا مثل سایر مسلمانای جهان راحت زندگی میکنن با تحصیل دکتران، با خیلی از مسائل دیگه‌ای که امروز در جهان اسلام رایج هست مثل کشورهای ترکیه و تونس مشکل ندارن. اما پیروان افراطی دیوبند که همین شاخه طالبان افغانستان و افراطی های پاکستان هستند، اینا ما میبینیم که عملکردشان بدتر از افراطی های اسلامی در دیگه جای دنیا هستند. بنابراین اینا از نام امام اعظم سوء استفاده میکنن. به هیچ صورت اسلام شناسان حوزه افغانستان اینا رو پیرو مکتب امام اعظم نمیدونن. من در یک نوار دیدم که وقتی احمد شاه مسعود سخنرانی میکنه میگه دولت مالی پدر هیچ کس نیست، کمر تا ببند برو بگیرش. یعنی عملاً بیاین دولت ها بگیر، با زور است، با قدرت است. و امروز ببینیم که در افغانستان با وجود آنکه مکالمه ها میکنن، صحبت ها میشود، گفتگو ها میشود، اگر تا یک قدرت نباشد شاید همون اقلیت ها و ملت ها منافعشون به اینوبت گرفته نمیشود. یکی از دعوای جانب تاجیکستان همین است که ما در افغانستان یک کشوری همشمول، یعنی کشوری همشمول شود. و فکر شما تا کجا در همین آینده نزدیک منافع تاجیکان طالبان در اونجا به نظر میگیرن و سرنوشتشون چی میشود؟ یعنی ما میبینیم که الان 3 سال گذشته است است، الان مکتبا را از نامی که بر نام ربانی بود گرفتن، با خط اینقدر مشکل دارن، با زبان اینقدر مشکل دارن، با فرهنگ این مردم مشکل دارن، حتی به خاطر تاجیک بودن
میگن در پنشیر و دیگر منطقه ها یعنی مردم به قتل میرسند و این تا کجا دوام میکند؟ به فکر شما چی میشه سرنوشتی اونجا که 1000 2000 نه سرنوشت میلیون ها تاجیک در این سرزمین اجدادیشون، یعنی ما میگیم که این سرزمین ها میراثی و تاریخی مال تاجیکان بودن، حالا به فکر شما چی میشه سرنوشتشون؟ از دلایلی که طالبان را به رسمیت نشناختن همین نداشتن یک حکومتی همه شمول هست. من طالبان را به عنوان حکومت تا کنون حتی در بحثایی که با خودشان هم بودم اعتراف نکردم. من اینا را اداره کابل قندهار یا اداره کابل خطاب میکنم، چون از نظر تئوری وقتی که شما دولت میگین دولت 3 جزء می داشته باشه: سرزمین یا جغرافیا، اتوریته و نفوذ. و این هر 3 رکن به اساس قانون تنظیم میشه. و مجردی که اینا به صحنه آمدن قانون اساسی رو تعطیل کردن، پارلمان رو تعطیل کردن. ما فعلا دادگاهی به اساس قانون اساسی نداریم و نوع اداری را که اینا ایجاد کردن، این اداره در قانون اساسی افغانستان است. بنابراین افغانستان فعلا دارای حکومت نیست، اما از نظر عملی اینا حضور دارن، ظلم میکنن، زندانی دارن، از کشورهای دنیا پول میگیرن. اما دلیلی که اینها را کشورهای جهان به رسمیت نمیشناسه، اگر چند دلیل داشته باشه، یک تا دلیلش هم همین یک کتازی یا ما در بعضی رسانه‌ها میگم که نظام ملاشاهی. در این نظام ملاشاهی که طالبان تأسیس کردن، 25 وزارتخانه افغانستان 21 تاش پشتون هست. اونم پشتونی هست که دانشگاه نرفته. پشتونای متخصص ما داریم که بیرون هستن، اونا حق ندارن مثل سایرین که بیان و کار بکنن. بنابراین طالبان یک گروه افراطی هستند که نه نماینده پشتونن در افغانستان، نه نماینده تاجیک، نه نماینده ازبک، نه نماینده هزاره. تنها طالبان را بهترین لقبی که میشه داد نماینده گروه افراطی طالب در افغانستان هستند. بنابراین من فکر میکنم تا زمانی که فشار بالای طالبان نیاید، طالبان به این صورت حکومت همشمول رو نمیپذیرن. طالبان در حالی که در یک تعامل استخباراتی آمدن روی صحنه، اما فکر میکنن که اینا پیروز صحنه هستن. بنابراین در یک کبر و غروری به سر میبرن که فاتحین افغانستان هستن. بنابراین تا زمانی که کشورهای منطقی ما و کشورهای جهان متحدانه نیاین و فشار عملی نیارن، فعلا رقابت به خاطر تعامل با طالبان است. آمریکا، روسیه، چین، ایران همه میخوان با طالب نزدیک شوند تا منافع کوتاه مدتشان را به دست بیارن و همزمان به رسمیت نمیشناسن. تا زمانی که اینها به این توافق نرسن که نه با طالبان نمیشه کار کرد، تا اون زمان وضعیت متاسفانه بحرانی باقی ماند. تاجیکان تاجیکستان، مخصوصا که امروز تاجیکستان برای همه تاجیکان جهان یک خانه امید است، یک کشور است، اینا چی درس گرفته میتوانند و این چی پیامی دارد به تاجیکان تاجیکستان و تاجیکان دنیا؟ همین شکستی که در افغانستان صورت گرفت و ما گفتیم که در اصل هم وظیفه هم خودی تاجیکان بودن، اقتدار داشتن، قدرت داشتن. چی پیام و چی درس بوده میتواند برای تاجیکانی چی تاجیکستان و چی تاجیکان کل دنیا؟ ما از این واقعه چی درس گرفته میتوانیم اندیشه کنیم؟ من کشورهای همسایه ما باید درس احترام به مردم را بگیرن از افغانستان، احترام برای مردم را، تقویت کثرت‌گرایی را، جریان‌ها و یا گروه‌هایی که تکروی میکنن نمیتونه ثبات را نهادینه بسازه. به هر اندازه‌ای که ثبات در کشور نهادینه شود، نهادهایی که میتونه ثبات را از نظر دموکراسی تقویت ببخشه، باید یک دولت‌های آسیای میانه باید نهاد محور شوند. در حال حاضر وضعیت در آسیای میانه بسیار شکننده است. خب البته قابل مقایسه با افغانستان نیست، اما اگر شما آسیای مرکزی را با اروپا مقایسه کنید، میتونید این شکنندگی را در وضع اقتصاد مردم، در وضع اجتماعی مردم، در وضع تعلیم و تحصیل همه چیز ببینید. تشکر زیاد به برنامه خوش اومدید. من می‌خواستم در آخر بگوید که بیننده برنامه کتابخوان و اونایی که به کتاب مطالعه شوق دارن، میخوان درباره وضعیت افغانستان اطلاع بیشتر ببینن، از کدام سرچشمه شما این اطلاع را بگیرن زیرا تعریف شده نباشد؟ با چی بگم منم اطلاع بر دروغ دست نزنن مثلا و چیزهایی را بگیرن که منبعهای اصیل، منبعهای درست و از افغانستان شناخت درست داشته باشند. با چی کجاها مراجعه کنن، با چی کتاب‌های، با چی سرچشمه‌های، با چی وبسایت‌های، تا انا میگم که دزینفورماسیا، اطلاعی بر دروغ در وارد مغز نشود و از حادثه‌های افغانستان تفسیر درست داشته باشند، از شناخت واقعی افغانستان. شما چی توصیه دارید در آخر برای بیننده برنامه کتابخوان؟ خب تشکر. کتاب زیاد هست در مورد افغانستان. مهمترین مشکل همون مشکل زبان است.
متاسفانه در تاجیکستان مشکل خط بله زبان خط بله مشکل خط است که اکثرا خط فارسی نمیخوانند و در افغانستان و ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان کس به خط سیریلیک چیز تولید نمیکنه. ما فکر کنم اگر بخوایم ما این مشکل رفع کنیم اول همین خط را یاد بگیریم. ما بسیار روزنامه‌های معتبر، سایت‌های معتبر داریم که مقالات بسیار تحلیلی و روز می‌نویسن، کتاب هر روز بخشن، با وجودی که مردم افغانستان دانشمندان اکثرا فراری هستند، هر روز کتاب نشر میشه در آمریکا، در اروپا، حتی در ایران، حتی در زیر چتر طالبان کتاب نشر میکنه مردم. کتاب زیاد هست. این کتاب هم خوشبختانه در بعضی از سایت ها پی دی افش قابل دسترسی است. من یک عالم کتاب پی دی اف دارم که همش در مورد افغانستان از دوستان خواسته باشن برشون روان میکنم. درم زیر صحبت در لینک ها میگذارم این کتابا رو که تو مطالعه کنن، اونا که خط فارسی خوانده میتونن. و ما یگانه سایتی را که از نظر روز ریکمند میکنم روزنامه 8 صبح است. حتی ما پیشنهاد میکنم به جوانای تاجیک مثل شما، اگر دوستان ما نمیخواین که خط فارسی یاد بگیرن، همین روزنامه را شما یک سایت بزنین، ما حاضر هستم که با سردبیر این صحبت کنم که شما برگردان کنین به خط سیریلیک، مردم استفاده کنن. چرا ما دست به این موضوع ها میزنیم؟ گاه در برنامه کتابخوان در این آن موضوع صحبت میکنیم، چون ادبیات کم است، کتاب کم است و روزنامه و مجله بیشتر به خط فارسی در این زمینه ها نشر میشن و اونها هم که این خط رو خوانده نمیتونن. ما خواستیم یک معلوماتی برای شما پیشنهاد کنیم که فعلا در افغانستان چی شد، چی میشود و چی میگذرد، چون ما یگانه کشور هستیم که با این سرزمین یک سرحد، یک مرزی خیلی طولانی داریم و اونجا هم ملتان ما هستند، هم زبانان ما هستند، هم دینی ما هستند و ما نمیتونیم نسبت به مسئله افغانستان بی‌طرف باشیم. و در آخر با زبان روسی من برای شما اونهایی که به این مسئله شوق دارند یک کتاب رو پیشنهاد میکنم که این کتاب در فروشگاه‌های بزرگ کتاب تاجیکستان موجود است، افغانستان، نوشته ماریا کیچا. شما میتونید که این کتاب رو دسترس کرده بخونید. واقعا در این کتاب معلومات ها، تحلیل ها و اندیشه های خیلی جالب گردآوری شده است و ما از برنامه کتابخوان این کتاب رو برای شما توصیه می‌کنیم. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورتون.